جبر و جفای دوست را، دوست تر از جان و سر، درد و بلای دوست را، دوست تر از جان و سر، درد و بلای دوست را. زحمتی خود با طبیبی مدعی خواهم نمود، زحمتی خود با طبیبی مدعی خواهم نمود، تا بسازد چاره دردی بی دوای دوست را، تا بسازد چاره دردی بی دوای دوست را. بدل کردی بسد فردوس گیردی کوی دوست، رایگان از دست دادی خاکی پای دوست را، رایگان از دست دادی خاکی پای دوست را. دست بوسی دوست میخوای بشو دست از زخم، دست آلوده نشاید مرحبای دوست را، دوستی های همه عالم بیرو بزیر کمان، پاک باید داشتن خلوت سرای دوست را، دوستی های همه عالم بیرو بزیر کمان، پاک باید داشتن خلوت سرای دوست را، پاک باید داشتن خلوت سرای دوست را. دوست می دارد دلم جبر و جفای دوست را، دوست تر از جان و سر، درد و بلای دوست را. درود عرض میکنیم دوستان ارجمند، برنامه فضا است. آمدیم که باز هم با ساز و نوا در خانه شما شادی بیافکنیم و دوستان عزیز در مهمانی برنامه امروزه فضا حضور دارند ظاهرشاه حیدروف با جمع شاگردان خود از کنسرواتوار ملی تاجیکستان و یک ترانه زیبا از جانب یک نفر هنرمندی جوان دانشجوی کنسرواتوار ملی تاجیکستان محیبه شاکرова که با یک ترانه دلنشین به برنامه ما حسن آغاز بخشیدند. حضور شما را به برنامه فضا خیر مقدم میگویم و اگر درود پیام به بیننده تلویزیون سفینه دارید مرحمت بفرمایید. دستگاه های نوار برداری ما در اختیار شما است. سلامت باشید دوست عزیز. اولا سلام خود را به مخلصان تلویزیون سفینه و مخلصان برنامه فضا که ما همیشه این برنامه را انتظار هستیم و همیشه تماشا میکنیم و از این لذت میبریم به خود و امروزها کوشش کرده ایستادیم که شاگردان خود را در این برنامه آماده نموده برای تماشابینان جمهوری
آماده نموده باشیم و همین برنامه هست که امروزها شاگردان ما کوشش کرده ایستادند که هنری خود را صیقل دهند و میخواهند که باز در این تلویزیون برآمد نموده باز خود را معرفی کنند و به خود این هم یک درسی مهارت است. در این صحنه زنده سراییدن این بسیار برای تمام مردم تاجیکستان یک زحمتی بسیار زیاد میطلبد و این آهسته آهسته از همین برآمدها خود را هم معرفی میکنند و هم هنری خود را صیقل میدهند. واقعا هم تلویزیون سفینه و برنامه فضا منبر برای جوانان است که هر کسی هنر دارد، هر کسی مهارت دارد میتواند طریق این برنامه هنر و مهارت خود را به همگان پیشنهاد کند و من فکر میکنم که شاگردان شما نیز مثلا از عهده همین امتحان میبرند و ناترسیده آمدن و مثلا در پیش این قدر بیننده زیاد زنده سراییدن فکر میکنم یک جرأت زیاد است. خب میخواستم در مورد شاگرد خود حرف میزنید. فکر کنم در کورس اول میخوانند. کورس اول هستند محب خان و بسیار آوازی خوب دارند و شنوایی خوب دارند و پیش از کنسرواتوری آمدن این شخص رو من علاقه در مکتب میرت الله عطایف یعنی در اونجا تحصیل می نمودند. علاقه از هنر و استعداد این کس من شناس بودم، آشنا بودم و خوشبختانه که در کنسرواتوری داخل شدند یعنی همچون استادشان امروز من به این کس هنر آموزنده ایستادم و راستی بسیار امیدهای زیاد دارم و میخواهم که در آینده یک هنرمند اصیل شده برای ملت، برای سرزمین خود خدمت‌های شایان کرده باشند. و همچنین یکی از اشتراکچیان فعال آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من نیز بودند. تا دور نهایی راه خط گرفتند؟ بله، سال پیش یعنی تا دور یعنی نهایی رفتند و سزاوار جای اول شده بودند و از طرف حکمان و از طرف همون حکمانی که در اونجا بهاگذاری میکردند در حقیقت درست بها دادند و دختر هم آوازی نادر دارند و هم استعداد خوب دارند. باید ما هر یک ما کوشش کنیم که همین خیلی جوانان رو دستگیری نماییم و دلگرم کنیم که تا به همین کسبی که امروز انتخاب نمودند دلشان گرم باشد و کوشش کنند که همین موسیقی اصیل تاجیک را به جهانیان معرفی کنند. خب آفرین. و میخواستم از زبان خود شما بفهمم مثلا چی شما رو وادار کرد که همین ژانر رو انتخاب کنید مهمتر از همه؟ سبب عیناً ژانر شش مقام رو انتخاب کردنم در آن بود که فکر میکنم آواز من بیشتر به همین ژانر موافقت کرد و طول 5 سال است که در ژانر شش مقام میسرم. قبل از آزمون تاجیکستان وطن عزیز من در دیگر آزمون ها شرکت ورزیده بودید. خب کدام آزمون ها بودن؟ آزمون گنج‌های هنر در شهر ترسونزاده برگزار گشته بود سال 2017 و در آزمون جمهوری استیلوی 2015 غالبیت به دست آورد. آفرین. مثلا همین آزمون ها مثلا نهایت کار است برای شما. مثلا شما در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در سال قبل جای اول رو اشغال کرده بودید. خب بعد از این مثلا کار بالای هنری خود، تلاش بالای هنری خود چقدر زیاد شد که مثلا آزمون های مین بعد شاید که مثلا برای معرفی کردن تاجیکستان در مرزی بیرون از مرز تاجیکستان اینگونه نیت ها دارید شما؟ بله، البته با دستگیری استادم میخواهم هنری خود رو صیقل داده باشم و در آزمون های بیرون از جمهوری شروع کنم. اصلا برای شما ایدئال کی است در همین سمت مقام؟ هر یک نفر من فکر میکنم که پیش از که در یک جاده قدم میزند سراول یک نفری هست که او را وادار میکند. مثلا شاید یک سراینده هست که صدایش یا که سرودهایش به شما تاثیر کرده باشد. تنها شما مثلا ژانر مقام باشه او دارید دیگر ژانرها نیز گوش میدهید؟ شاید زمزمه میکنید در تنهایی تو در چه؟ نه، تمام ژانرها رو گوش میکنم. میشود از بیرون از ژانر مقام یک چیزی بسازید؟ قفسم تنگ و دلم تو واری، ابرها در بدنم زندانی، نیست شطری کی پناهم باشه، آسمان بارانی،
آسمان بارانیست، آسمان بارانی، آسمان بارانیست. از چی انگشت گرفتی به دهن، همگی میدانن، همگی میخوانن متن سرمایه من را کی فقط یک دل بود و تو غارت کردی. داغی رسوایی عشقت گلی پیشانی، آسمان بارانی، آسمان بارانی، آسمان بارانی، آسمان بارانی. احسنت احسنت، آفرین. شما از این مهارتشان درک داشتید که مثلا در دیگر ژانرها نیست. چگونه بود به فکر شما؟ بسیار عالی بود. فکر میکنم که منیژه خونده شده. یعنی آن جوانانی که امروز شش مقام میسرایند، آنها من باوری دارم که تمام ژانرهای از عهدهش میبرایند سراییدن. و امروز ما کوشش کردی سادیم که همراهی محیبه خان با برابری که امروز سرود خوانده ایستادن، کوشش کردی ایستادن که با تنبور سرایند. و امروز کم پیشتر یعنی فقط بچه ها یعنی پسرها تنبور نواخته می سرایدن. و امروز ها این خوشبختی است که بانوها نیز یعنی دختران هم علاقه تنبور نواخته سرایده ایستادن. و این چیز من بارها تاکید کردم که بر خودشان که این برای شما یک درس، یک کمک می شود. وقتی که یک ساز رو نواخته می سرایید حتما یعنی مکملتر با پورتر می شود. و کدام سراینده که نواخته می سراید او یعنی فالش ناجوری کم دیده می شود در اون. هر سراینده که نواخته می سراید ناجوری کم دیده می شود و علاقه احساس موسیقی فهمش و همون احساس جور خواندنش باز زیادتر می شود. تشکر زیاد و فکر میکنم که محیبه خان باز هم یک دستاویز دارن برای ما و یک سرود دیگر. خب ترانه نوبتی که این حال پیشنهاد میکنید چی است؟ ترانه نوبتی نام دارد دوگاهی سه، غزل قصاب، آهنگ از مقام. از مقام های محلی، همون محلی اسفرکی، یعنی همین سرود در همون اسفره یعنی معمول است و من برای محیبه خان آموزاندم که تا در این برنامه با تنبور نواخته سراید. خب بهترین میشه، مرحمت بفرمایید.
بار دیگر درود عرض میکنیم دوستان ارجمند. برنامه فضا را ادامه میدیم و خودی حاضر یک نفر دیگر به برنامه تشریف آورد. یک نفر شاگرد کنسرواتوار ملی تاجیکستان به نام طلب خوجا ستاروف، مصطفی خوجا تاشخوجایف است، دانشجوی کورس دوم که در این سمت نیز مهارتی خاصه دارد و یکی از شاگردان ظاهرشاه حیدرف هستند. فکر میکنم که علاقه تجربه خاصه نیز دارند و در چندین چاره‌بینی ها نیز سرودخوانی کردند و امروز آمدن که برای بیننده ما هنر خود، مهارت خود را پیشنهاد کنند و این یک سنجش است. خب بیاید از مثلا تحصیل شما حرف میزنیم. تحصیلات چگونه است؟ درس‌ها چگونه جریان دارند امروزها؟ بنده سال 2020 به کنسرواتوری ملی تاجیکستان به کورس یکم قبول شدم و تا به حال تحصیل را ادامه داده ایستادم و این عین حال در کورس دوم تحصیل میکنم. قبلا دانش موسیقی داشتید؟ مثلا در یگان مکتب موسیقی تحصیل کرده بودید؟ بله، در شهر اصفهان در مکتب موسیقی تحصیل ابتدایی را یعنی که تحصیل ابتدایی موسیقی را از همانجا گرفتم و چند سال تحصیل کردید؟ طول 5 سال در مکتب موسیقی تحصیل نمودم و بعداً به کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب خوجا ستاروف داخل شدم و برای صیقل دادن مهارت خود. بله، و واقعا من فکر میکنم که مثلا همین سمت موسیقی بیشتر نفرانی که در همین سمت فعالیت میکنن مثلا از خردسالی علاقه زینه‌های تحصیل دارن. من فکر میکنم که از خردسالی به موسیقی مایل کردن، در مکتب موسیقی تحصیل نمودن، از عهده نواختن سازهای موسیقی برآمدن، این در آینده برای حرفه‌ای شدن، برای باز هم مکمل شدن هنرمند سهمگذار است. خودی که ما در کنسرواتوار امروز که فعالیت میکنیم جوانان آماده ایستادن که فقط خودی قبولی ما هم خط کرده های مکتب موسیقی، خط کرده های کالج صنعت و کمی در موسیقی باید خبردار باشند. دانش موسیقی باید دانش موسیقی داشته باشند و اگر دانش موسیقی نداشته باشند بسیار مشکلی رو میبیارند و عذاب میکشند و شاید در کورس اول ممکن ترک صنعت کنند، چون که اگر مکتب موسیقی خوانده باشید و از ابتدایی رو ندانی، مکتب موسیقی خوانده باشید و از همون یعنی جور کردن آواز، نواختن ساز اقلا معلومات داشته باشید، بسیار برای هم استادانی که برای او سبق آموزان آسان‌تر می شود. شما حالا از عهده نواختن یگان ساز موسیقی میبرید؟ بله، در کنسرواتوار ملی برای ما در آموزشی ساز تنبور درس میدهند. ما میتوانیم شما را بسنجیم در اینجا. خب یگان مثلا یگان موسیقی کوتاه یگان پاره اش را پیشنهاد بیننده ما کنید.
تشکر زیاد. من فکر میکنم که شاگردان شما همیشه مثلا در برابر آوازخوان بودن باید که حتما از عهده نواختن ساز موسیقی برن. این طلبات شما است؟ بله و این طلبات من نیست، من طلبات کنسرواتوری ملی تاجیکستان است که با برابری امروز مثال درس سرود می آموزید باید حتما ضرب آموزید، تنبور آموزید و یعنی تاریخی موسیقی، عروض و این یعنی سرود خواندن، تنها سرود خواندن باید علمش هم آموزید و اساس های مقام و باید هر یکی اینا حتما باید شما آموزید تا وقتی که اینها را آموختید برای شما سرود آموختن باز آسانتر می شود. تشکر زیاد. و با سرود آمدید اینجا، چی ترانه رو پیشنهاد میکنید؟ بله، عین حال سرود با نام در این زمانه، شعر از لایق شیرالی با آهنگ استاد ظاهر شاه حیدر. خب مرحمت، بفرمایید. در این زمانه به هر بهانه نه تو بیمانی نه من بیمانم، نصیب دل را زیداری دنیا نه تو ستانی نه من ستانم، چو ماهواره با آسمان ها کنیم پرواز به صورتی نور، تهی زمین را پسی فلک را نه تو بدانی نه من بدانم، نه تو بدانی نه من بدانم. بسا دویدیم به یادی روی، بسا فتادیم به خاک کوی، کنون بسوی به جستجوی نه تو روانی نه من روانم، به گوش جانا ترانه خواندیم زیبو صبر لب نشانه ماندیم، چی شد چی آمد که از مصیبت نه تو بخوانی نه من بخوانم، نه تو بخوانی نه من بخوانم. محبت از ما فراق کردم که باری غم را
در این زمانه به هر بهانه نه تو بیمانی نه من بیمانم نه تو بیمانی نه من بیمانم. آفرین آفرین، خسته نباشید، مرحمت بفرمایید. میخواستم از تاریخ ایجاد همین ترانه حرف زنید. مالی شما است؟ خب کی ایجاد شد؟ چگونه پیدا شد؟ بسیار یک سوال خوب دادید و امروزها که با برابری امروز آموزگار بودنم و کوشش کرده شدم که در پرده های همین 6 مقام و در پرده های من در همین ژانری مقام سرودها ایجاد نموده باشم و همراه مطربان همین شعر را انتخاب نمودیم و باوری نداشتم که چنین یک آهنگ خوبی پیدا می شود و همراه نوازندگانی که یک جای فعالیت میکنیم کار کردیم و وقتی که یعنی دو مصرعه همین آهنگ پیدا شد و آهسته آهسته همین آهنگ خود به خود پوره شد و این آهنگ رو یعنی از تکرار کردند و از بسیار یعنی سراییدند و به خود برای خودم هم یک دلچسب شد و هر شنونده ای که گوش میکند الکی حلاوت میبرد و برای من بسیار یک یعنی تشکر میگوید و یعنی از همین تشکرگویی آن شنوندگان الهام میگیریم و امروزها کوشش کردیم. آهنگ‌های دیگر نیز دارید؟ بله. بعد شما مثلا یک رویه دیگری رو مثلا براه موندید؟ من در شما بیشتر مشاهده کردم مثلا آمیزشی دو ژانر مقام با استراد در راک و این چیزا. بله بله که سراول محبه سروید یعنی دوست می دارد دلم که سراول آغاز نمود، اینم از آهنگ بنده هست و این یعنی تکیه به یعنی ضربش یعنی فلک هست، یعنی طرز سرایش مقام است لیکن ضرب و نوازش ها کمی به فلک مانندی دارد و یک فکر میکنم که یک چیزی خوبی یعنی ایجاد شده است. و شنونی که از شما گفتید سرودی شکرانه بود که حالا شاگرد میسرایند و این سرودی شکرانه یعنی با جاز و با یعنی انسامبل گلشن سراییده بودم که یعنی 6 مقام رو با استرادا یعنی آمیزش داده بودیم و این چیز هم یک بسیار چیزی خوب برآمده بود. تجربه عجیب است و در همون دوره‌ای که دانشجو بودیم در همین آزمون هایی که برآمد میکردیم یعنی شما چند بار یعنی آشنا بودید که من با تنبور یعنی با گیتار یک چیزی خوب یک چیزای نو آماده می نمودم و این چیزهای هم باید حتما کردن دکار چون جوانان ما امروز رو به سرودهای یعنی استرادی آوردند. ما هم شاید کوشش کنیم که بعضی سرودهای مقام رو با یعنی سازهای استرادی هم آواز کنیم باز خوبتر می شود. خیلی عجیب می شود و ما نیز به نهایت برنامه رسیدیم. خب امروز جوانانی که امروز در برنامه شرکت ورزیدن خیلی باور داریم که اگر همین گونه بالای خود کار کنند، همین گونه تمرین کنند، همین گونه مثلا هنر خود را صیقل دهند، در آینده چهره های درخشانی صنعت تاجیک خواهند بود و به این ما باور داریم. راهی است که خیلی دشوار، راهی است که فکر میکنم در پیش تنگینی های زیاد است. از هنرمند صبوری را طلب میکنم و فکر میکنم آن نفرانی که در ژانرهای کلاسیکی موسیقی میخوانند، آواز میخوانند باید بیشتر صبور باشند. مثلا ژانر مقام فکر میکنم یکی از طلبات های اساسیش صبر است برای مثلا هر یک آوازخوان و من به شما صبوری را آرزو میکنم. بگذار که با همین صبر با همین تلاش ها به جاده های بلندی
سرعتی اصیل برسه. چونی که گفته در همین برنامه من به شاگردانم بارها تاکید کردم که در همین برنامه اشتراک کردن خودش یک افتخار است. بله. و برای شما تشکر زیاد هم میگوییم که ما رو شما وظیفه دار کردید سادید که باید ما شاگردان رو آماده نماییم و در این صحنه هنر در نزد یعنی مخلصان خود و در نزد تماشابینان برنامه فضا هنرنمایی نماییم. تشکر زیاد، خوش آمدید. از حضور شما در این برنامه زیاد شاد شدم. بار دیگر به شما برار میخواهم و دوستان عزیز نهایتاً به فرجام برنامه امروزه فضا در رسیدیم. به شما یک روزگاری خوش، بی‌غم و دلی پر از شادی را تمنا داریم. با یک ترانه دلنشین برنامه ما به اتمام میرسد. از عشقی خدا داده، از دلبری آزاده، از عشقی خدا داده داد، از دلبری آزاده، از ساغر و از باده شکرانه کنم امروز، از ساغر و از باده شکرانه کنم امروز. از بختی بلندی ها، از مشکی کمندی ها، از بختی بلندی یا از مشکی کمندی یا از حرفی چقندی یا شکرانه کنم امروز، از حرفی چقندی یا شکرانه کنم امروز. از ملتی آزادم، از دولتی آبادم، از ملتی آزادم، از دولتی آبادم، از تاجیکی دل شادم شکرانه کنم امروز، از سروری پیروزم شکرانه کنم امروز، از عشقی خدا داده، از دلبری آزاده، از عشقی خدا داده داد، از دلبری آزاده، از ساغر و از باده شکرانه کنم امروز، شکرانه کنم امروز، شکرانه